داستانی که تو را راهنمایی می کند تا در تمام زندگی خود کارهایی را که انجام بدهی چگونه باید انجام دهی. بسیار داستان کوتاه و با یک دنیا معنا و ارزش. شخصی در زمستان مسافرت میکرد، در بیابانی راه را گم کرد. خیلی زیاد سرگردان گشت، این طرف آن طرف. بالاخره دستها و پاهایش کرخت شده بود از سرما، توان حرکتش کم شده بود. فهمید که دیگر در مسیر اصلی خود نمی رسد، باید یک پناهگاهی برای خود پیدا کند. در این هنگام پایش به چیزی بند شد. دقت کرد، متوجه شد که شخصی قبل از این یخ زده است. دیدند که هنوز آثار زندگی در او باقی است. در اینجا وجدانش بیدار شد، انسانیتش به جوش آمد. پهلوی آن شخص زانو زد و شروع کرد به ماساژ کردن دستهایش، پاهایش، تا بالاخره آن مرد هم تکانی خورد و از جا برخاست. متوجه شدند که دستهای خودش هم از کرختی خلاص شده است. دیگر کرخت نیست، آزاد است. نتیجه هم داستان را خودتان بررسی کنید.